عملیات بزرگترین اسرائیل در کرانه غربی رود اردن در 20 سال اخیر. نیروهای اسرائیلی میگویند که حمله به جنگجویان در اردوگاه جنین چند روز دیگر ادامه خواهد داشت. در جریان زدوخورد مسلحانه که از هواپیماهای بی سرنشین هم استفاده شده است، بعضی از ساکنان اردوگاه کشته شده، برخی فرار کردند. این اردوگاه سیر آدم از سال 1948 باز وجود دارد، بعد از جنگی که به پیدا شدن اسرائیل سبب گردید. اسرائیل دعوا دارد که اردوگاه جنین وقتهای آخر به بهشت جنگجویان تبدیل شده است، بنابراین صدها سرباز را به داخل آن فرستاد و حمله انجام داد. این زن میگوید از آنها خواسته شده است که خانه و در خود را ترک کنند پیش از آن که ماشین‌های یاری تجلی به بیمارستان ببرد. پلیس اسرائیل در نوارها بازداشت بعضی از آدمان را نشان داد، ولی چهره‌های آنها را پوشاند. زیاده از یک سال باز حمله‌های ارتش اسرائیل به شهرهای به مانند جنین یک امر معمولی شده است. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل جنین را لانه تروریسم نامید و گفت که اگر ضرور است عملیات را ادامه خواهند داد. جنین در ماه‌های آخر به پناهگاه امن تروریستان تبدیل شده است. تروریستان از آنجا حمله‌های وحشیانه انجام داده مردم آسایشته اسرائیل را کشتند. ماموریت فلسطین میگوید که ارتباط را با مقامات اسرائیل بس میکند. همه گونه مذاکرات و تماس با اسرائیل بازداشته می شود. این چنین همکاری امنیتی را متوقف می کنیم. ماموریت فلسطین برای حل مسئله از جامعه جهانی مدد خواسته است. سازمان ملل متحد میگوید که با همه جانب‌ها برای کاهش دادن شدت وضع گفتگو دارد.